از آدمای دورت آینده‌تو پیش بینی میکنن. خب ببین تو اندازه فکر آدمایی رشد میکنی که دورتن. برو سر میزی بشین که آدما به جایی که در مورد دختر و پسر مردم حرف بزنن، در مورد آینده و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و ساختن زندگی با کیفیت‌تر صحبت کنن. نه اینکه این چیکار کرد اون چیکار کرد، این تو اینستا اینو گذاشت، این داستانش اینه. نمیخوام بگم تفریح کردن بده، این دیگه انتخاب شخصی آدماست و نمیخوام وارد مسائل شخصی آدما بشم. اما اگر همه دغدغه آدم‌های دور تو یک سری تفریح‌های کم کیفیت یا حتی اصلا خیلی با کیفیته، خب تو رشد نمی‌کنی. برو سر میزی بشین که آدما در مورد سرمایه‌گذاری جدید، راه اندازی بیزینس جدید، کار کردن روی لایف استایلشون، رفتن به یه باشگاه خفن‌تر، کار کردن با یه مربی خفن‌تر، شروع یه ایده جدید، خرید ملک توی کشور جدید، روی این موضوعات دارن حرف میزنن. سر یه میزی که آدما دارن در مورد چرت و پرت فقط حرف میزنن، تو چه رشدی میخوای داشته باشی؟ با آدمای بدبینی که دلخوش کردن به چیزای کوچیک، تو هرگز نمیتونی از یه حدی بیشتر پیشرفت کنی. اونا فقط تو رو میترسونن. اگه زیاد تلاش کنی میگن برو بابا چه خبره انقدر تلاش میکنی، تاشم میمیریم. بابا من میخوام با کیفیت زندگی کنم. آره هممون میمیریم، ولی چه جوری زندگی کردن هم یک اهمیتی داره.